شرکت هواپیمایی سومونیر از صحنه 8 فوریه سال 2023 پروازهایش را در مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه از سر گرفت. پروازها از پایتخت تاجیکستان به مرکز ولایت شینجان اویغور جمهوری خلقی خیتای هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه طریق هواپیماهای بوینگ 737-800 و 737-900 صورت میگیرند. وقت پرواز از دوشنبه ساعت 12:00 از ارومچی ساعت 19:00 به وقت محلی مقرر کرده شده است. طول پرواز 2.5 ساعت را تشکیل می‌دهد. خدمات مطبوعات سومونیر گفت قرار است از نیمه اول ماه مارس شماره پروازها از دوشنبه به ارومچی به 2 پرواز در یک هفته رسانیده شود. همزمان شرکت سومونیر شماره پروازها را از دوشنبه به نوسیبیرسک افزایش داده است. از 5 فوریه پروازها در خط سیر دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه هفته 2 مرتبه روزهای چهارشنبه و یکشنبه عملی می‌گردند. طول پرواز 3 ساعت بوده. پروازها توسط هواپیماهای بوینگ 737-800 و 737-900 انجام داده می شوند. شرکت هواپیمایی سومونیر در این هفته سالگرد 15مین از آغاز فعالیت خود را جشن گرفت. در حال حاضر سومونیر یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان به شمار می رود. شرکت دولتی تاجیکیر به دلیل بحران مالیوی از سال 2019 به این طرف اینک 4 سال باز پرواز انجام دادن نمی تواند.